بشگه بودم. با همین لباسا آمدی بیرون؟ سیسش به همینه. یک عکس ازم بگیر. عکس خوب نشد، خیلی لاغر افتادم. ویدیو بگیر. اینجاشو موزیک میذارم، میگه من آدم بخت نیستم دایی جان. مادر 15 تا تخم مرغ واسم آپاس کن. سینه مرغ واسم آپاس کن. تو نمیخوای بشگه رو شروع کنی؟ خودت یه روز داری میری. امروز دوره بازو گرفتم. چند بود؟ 10. بشگه بودم. الان اومدم بابا چه بریم یه شک پروتئینی کافی چیزی بزنم جون بگیرم. کسی هم نیست این بدن ما رو ببینه. میخوام یه دوره بردارم. دوره چی؟ استروید. این دره اشتباه میزنه. از این به بعد باید در پارکینگ رو باز کنم تا بتونم بیام تو. لباساتو عوض نمی کنی؟ تازه از بشگه اومدم. چیکار میکنی؟ ورزش اولویت اول زندگیمه. عرق مرقا نیستم داداش، من بشگه میرم. دنبال دوست دختر ورزشکار مثل خودمم. سلام دوستان، من تازه از بشگه اومدم، پر انرژی. سعی کنید تو زندگیتون ورزش رو اولویت قرار بدید. مثل من باشید. لایف استایل سالم. ورزش کن، تو میتونی، تو خواهی تونست.